من یک روز گرم تابستان، دقیقاً 13 مرداد، حدود ساعت 3:15 بعد از ظهر عاشق شدم. تلخی‌ها و زهر هجری که چشیدم بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک 12 یا یک 14 مرداد بود شاید اینطور نمی‌شد. آن روز هم مثل هر روز با فشار و زور و تهدید و کمی وعده‌های طلایی برای عصر ما را، یعنی من و خواهرم را، توی زیرزمین کرده بودند که بخوابیم. در گرمای شدید تهران خواب بعد از ظهر برای همه بچه‌ها اجباری بود. ولی آن روز هم ما مثل هر بعد از ظهر دیگر در انتظار این بودیم که آقا جان خوابش ببرد و برای بازی به باغ برویم. وقتی صدای خرخر آقا جان بلند شد، من سر را از زیر شمد بیرون آوردم و نگاهی به ساعت دیواری انداختم. ساعت 2:30 بعد از ظهر بود. طفلک خواهرم در انتظار به خواب رفتن آقا جان خوابش برده بود. ناچار او را گذاشتم و تنها پاورچین بیرون آمدم. لیلی، دختر دایجان و برادر کوچکش، نیم ساعتی بود در باغ انتظار ما را می‌کشیدند. بین خانه‌های ما که در یک باغ بزرگ ساخته شده بود، دیواری وجود نداشت. مثل هر روز زیر سایه درخت گردوی بزرگ بدون سر و صدا مشغول صحبت و بازی شدیم. یک وقت نگاه من به نگاه لیلی افتاد. یک جفت چشم سیاه درشت به من نگاه می‌کرد. نتوانستم نگاهم را از نگاه او جدا کنم. هیچ نمیدانم چه مدت ما چشم در چشم هم دوخته بودیم که ناگهان مادرم با شلاق چند شاخه‌ای بالای سر ما ظاهر شد. لیلی و برادرش به خانه خود فرار کردند و مادرم تهدید کنان مرا به زیر زمین و زیر شمد برگرداند. قبل از اینکه سرم به کلی زیر شمد پنهان شود، چشمم به ساعت دیواری افتاد. 3:10 کم بعد از ظهر بود. مادرم قبل از اینکه به نوبت خود سرش را زیر شمد کند گفت: خدا رحم کرد داییت بیدار نشد، وگرنه همه تان را تکه تکه می‌کرد. مادرم حق داشت. دایی جان نسبت به دستوراتی که میداد خیلی تعصب داشت. دستور داده بود که بچه‌ها قبل از ساعت 5 بعد از ظهر حتی نفس نباید بکشند. داخل 4 دیواری باغ نه تنها ما بچه‌ها مزه نخوابیدن بعد از ظهر و سر و صدا کردن در موقع خواب دایی جان را چشیده بودیم که کلاغ‌ها و کبوترها هم کمتر در آن محدود پیدایشان میشد. چون دایی جان چند بار با تفنگ شکاری آنها را قل و قم کرده بود. فروشندگان دورگرد هم تا حدود ساعت 5 از کوچه ما که به اسم دایی جان موسوم بود عبور نمی کردند. زیرا 2-3 دفعه الاغی طالبی فروش و پیازی از دایی جان سیلی خورده بودند. اما آن روز خاطر من سخت مشغول بود و اسم دایی جان خاطرات دعواها و اوقات تلخی‌های او را به یادم نیاورد. حتی یک لحظه از یاد چشم‌های لیلی و نگاه او نمی‌توانستم فارغ شوم. و به هر طرف می‌غلتیدم و به هر چیزی سعی می‌کردم فکر کنم، چشم‌های سیاه او را روشن‌تر از آن که واقعاً در برابرم باشند می‌دیدم. شب باز توی پشه‌بند چشم‌های لیلی به سراغم آمدند. عصر دیگر او را ندیده بودم، ولی چشم‌ها و نگاه نوازشگرش آنجا بود. نمی‌دانم چه مدت گذشت. ناگهان فکر عجیبی تمام مغزم را فرا گرفت. خدایا نکند عاشق لیلی شده باشم. سعی کردم به این فکر بخندم ولی هیچ خندم نیامد. ممکن است آدم از یک فکر احمقانه خندش نگیرد، ولی دلیل نمی شود که احمقانه نباشد. مگر ممکن است آدم اینطور بدون مقدمه عاشق بشود؟ سعی کردم کلیه اطلاعاتم را درباره عشق بررسی کنم. متاسفانه این اطلاعات وسیع نبود. با اینکه بیش از 13 سال از عمرم می‌گذشت تا آن موقع یک عاشق ندیده بودم. کتاب‌های عاشقانه و شرح حال عشاق هم در آن موقع خیلی کم چاپ شده بودند. تازه نمی‌گذاشتند همه آنها را ما بخوانیم.
پدر و مادر و بستگان، مخصوصاً دایجان که سایه وجودش و افکار و عقایدش روی سر همه افراد خانواده بود، هر نوع خروج بدون محافظ از خانه را برای بچه‌ها منع کرده بود و جرأت نزدیک شدن به بچه‌های کوچه را نداشتیم. رادیو هم که خیلی وقت نبود افتتاح شده بود. در 2-3 ساعت برنامه روزانه خود مطلب مهمی نداشت که به روشن شدن ذهن ما کمک کند. در مرور اطلاعاتم راجع به عشق در وهله اول به لیلی و مجنون برخوردم که قصه‌اش را بارها شنیده بودم، ولی هرچه زوایای مغزم را کاوش کرده بودم دیدم چیزی راجع به طرز عاشق شدن مجنون به لیلی نشنیدم. فقط میگفتن مجنون عاشق لیلی شد. اصلاً شاید بهتر بود در این بررسی پای لیلی و مجنون را به میان نمیکشیدم، زیرا هم اسم بودن لیلی و دختر دایجان احتمالاً بدون اینکه خودم بدانم در استنتاج‌های بعدی موثر بود. اما چاره‌ای نداشتم. مهمترین عشاق آشنایم همین لیلی و مجنون بودند. غیر از آنها از شیرین و فرهاد هم مخصوصاً از طرز عاشق شدن آنها چیز زیادی نمیدانستم. یک داستان عاشقانه هم که در پاورقی یک روزنامه چاپ شده بود خوانده بودم، ولی چند شماره اولش را نخوانده بودم و یکی از همکلاسی هایم برایم تعریف کرده بود. در نتیجه شروع ماجرا را نمیدانستم. صدای 12 ضربه زنگ ساعت دیواری زیر زمین را شنیدم. خدایا، نصف شب شده بود و من هنوز نخوابیده بودم. این ساعت تا یادم می آمد در خانه ما بود و اولین بار بود که صدای زنگ ساعت 12 شب را می شنیدم. شاید این بیخوابی هم دلیلی بر عاشق شدنم بود. در نیمه تاریکی حیات از پشت توری پشه‌بند سایه های درخت ها و بته های گل را به صورت اشباح عجیب و غریبی می دیدم. وحشت برم داشته بود، چون قبل از اینکه درباره عاشق شدن یا نشدنم به نتیجه برسم از سرنوشت عشاقی که مرور کرده بودم وحشت کردم. تقریباً همه آنها سرنوشت غم‌انگیزی داشتند و ماجرا به مرگ و میر تمام شده بود. کتاب دایجان ناپل اون نوشته ایرج پزشکزاد.